مکافات عالی هر دو. جای دوم اشترمور عالی ترین تحفه. نشد. تشکر. برابریت فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان بیگی جان زاده لایق بیگی جان برای کمک و دستگیریشان جهت سفربری هیئت مکمل داوران سطح جمهوری و بین المللی و مسابقه با شکوه گشتنگیری ناحیه شمس‌الدین شاهین عرض سپاس و تشکر می‌گویم. همچنین با کاتب گنرال فدراسیون گشتنگیری عبدالله سعید خوجایف که در ترتیب درست و سفربری هیئت مکمل و انتخاب سرداور مسابقات امروز دستور دادند عرض منتداری خود را بیان می‌نماییم که ترتیب گذراندن مسابقات و رفت این چاره‌بینی از کار داوران به غایت وابستگی زیاد دارد. تشکر به همه شما که به ناحیه شمس‌الدین شاهین آمدید. عید متنتن را با ما یک جایه با زینت دیگر بخشیدید. سپاس به رئیس محترم ناحیه شمس‌الدین شاهین گلزاده برای خیلی صداقتمندانه و خالصانه و عارفانه توجه کردنشان که امروز پهلوانان شایسته و ارزنده از این مسابقات خاطره های نیک برند و حق را عادلانه و حقدار رسانید. سپاس و تشکر بار دیگر. یک تنتنه عید با شکوه گشتنگیری را انا باز هنرمندان محبوب با هوای موسیقی اوفری رنگین‌تر و زیباتر میکنند.
اینک پهلوان ارزنده میدان معرفی می شود. صبح‌الدین خلیل زاده از راغون برنده شاه جایزه عالی ناحیه شمس‌الدین شاه شد. مبارک باشد.